بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان آفرین. سلام علیکم عزیزان، مانده نباشین. خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ خیرت است؟ جور تیار هستین؟ خوشحال هستم که باز یک جلسه دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. طبق معمول درس شیرین تاریخ وطن شروع میکنیم. عنوان درس امروز ما است پادشاهی دوم امیر دوست محمد خان، فصل اول، جلسه 12. یک بار در درس‌های گذشته امیر دوست محمد خان را خواندیم که به سلطنت رسید. این بار نوبت دوم است که امیر دوست محمد خان به سلطنت میرسه. در این درس ما در مورد سلطنت دوم امیر دوست محمد خان بیشتر اطلاعات پیدا میکنیم و همین قسم در مورد اقدامات موصوف که چی اقدامات را در دوره سلطنت دومش در افغانستان انجام داد و همین قسم در مورد عقد معاهدات که دولت امیر دوست محمد خان با انگلیس ها انجام داد بیشتر آشنا میشیم. امیر دوست محمد خان بعد از اینکه افغان ها موفق شد انگلیس ها را شکست بده، افغانستان را بگیره، گفتیم شاه شجاع قبل از اینکه نیروهای انگلیسی وارد کابل شود شاه شجاع را به قتل رساندن. خب بعد گفتیم فرزند شاه شجاع آمد ولی اونم در نهایت فرار کرد و به دامن انگلیس ها پناه برد. امیر دوست محمد خان که در کلکته بود از کلکته وارد کابل شد. در نوبت اول پادشاهی خود، نوبت اول امیر دوست محمد خان یک بار سلطنت را سپری کرد. این نوبت دوم است که به سلطنت میرسه. خب از کلکته که در اونجا تبعید شده بود توسط انگلیس ها، توسط مکناتن، با خانوادهش برگشت در کابل و در کابل مجاهدین پیروز شده بود و به قدرت افغانستان تکیه زد. نوبت دوم سلطنت امیر دوست محمد خان در سال 1842 میلادی بود. بعد زمانی که به قدرت تکیه زد ابتدا دست به یک سلسله اصلاحات داخلی زد، چون اوضاع افغانستان بی سر و سامان شده بود. چندین سال جنگ، تجاوز انگلیس ها، خب اینها اوضاع داخلی افغانستان را بی سر و سامان کرده بود. جنگ های داخلی، رقابت های بسیار خطرناک و زننده، خب جنگ هایی که بین سرداران هر روز به وقوع می پیوست با دخالت های انگلیس و ورود قشون انگلیس در افغانستان و تجاوز اونها به افغانستان، اینها دست به دست هم داده اوضاع داخلی افغانستان را هم خراب کرده بود، اوضاع نابسامان شده بود. امیر دوست محمد خان در ابتدا دست به اصلاحات داخلی زد. ملوک الطوایف را در افغانستان سعی کرد دوباره پایان ببخشه، یعنی قبل از او افغانستان دچار ملوک الطوایف شده بود. در خیلی از مناطق اونجا حکمای محلی خودشان به صورت مستقل اعلان حکومت کرده بودن و حکم روایی میکردن که امیر دوست محمد خان یک بار دیگه این ملوک الطوایف را پایان داد و همه را تحت سلطه حکومت مرکزی افغانستان در آورد و اوضاع متلاشی افغانستان دوباره در داخل بهبود پیدا کرد. در استحکام وحدت سیاسی افغانستان امیر دوست محمد خان تلاش‌های بسیار کرد تا دوباره یک دولت مرکزی با ثبات را در افغانستان حاکم بسازد. مناطق جدا شده که از دولت افغانستان جدا شده بود بغاوت کرده بودند، مثل مناطق که اعلان استقلال کرده بودند قبلا در زمان اختلافات داخلی افغانستان، مثل مناطق بامیان، مزار شریف و هزارجاد. اینا را موفق شد که دوباره همه‌اش این مناطق به دولت مرکزی و مرکزیت سیاسی افغانستان ملحق بکنه و بغاوت‌های مردمان که در مناطق تگاب و نجراب و خوگیانی اونا بغاوت کرده بودن، اونا را همه را سرکوب بکنه و تمام اختلافات در زمان امیر دوست محمد خان موفق شد امیر که اونا را فروکش بسازه. وزیر محمد اکبر خان کی بود؟ ببینین گفتیم وزیر محمد اکبر خان فرزند امیر دوست محمد خان بود که در بخارا به سر می برد، در حبس بود، در زمان جنگ از حبس آزاد شد و خودش به کابل رساند و با رسیدن وزیر محمد اکبر خان
یا سردار محمد اکبرخان در کابل، مجاهدین گفتیم که روحیه بهتر پیدا کردن. وزیر محمد اکبرخان خودش یک آدم شجاع، فداکار و وطن دوست بود و در راستای وحدت ملی و در قسمت تحکیم وحدت ملی زحمات زیاد را متقبل شد. از کسانی بود که در مقابل انگلیس های متجاوز مرد و مردانه پایداری کرد و جنگید. خودش در 29 سالگی به شهادت رسید. چطور به شهادت رسید؟ با تابلت های زهرآلود که یک طبیب هندی به خوردش داد به عنوان طبیب و دکتر. خب این تابلت ها را وقتی که وزیر محمد اکبرخان استفاده کرد و خورد، توسط این تابلت ها که زهرآلود بود به شهادت رسید و در روضه منسوب به حضرت علی کرم الله وجهه در مزار شریف دفن گردید. اقدامات امیر دوست محمد خان در پشاور، اونجا ببینیم چه اقدامات انجام دادن. امیر دوست محمد خان کوشش های زیاد کرد که مناطق از دست رفته افغانستان به خصوص پشاور را دوباره به افغانستان ملحق بکنه، پس بگیره. برای استرداد این مناطق از دست رفته زحمات زیاد کشید، اما در عین حال که میخواست پشاور را دوباره پس بگیره برای افغانستان و این منطقه از دست رفته افغانستان را دوباره ملحق بکنه به جغرافیای افغانستان، در عین حال نمیخواست که روابطش هم با انگلیس ها خراب شود. گفتیم زمانی که امیر از کلکته آمد و به تخت افغانستان در کابل به تخت سلطنت تکیه زد، به زودی انگلیس ها دولت و حکومت امیر دوست محمد خان به رسمیت شناخت. حالا امیرم نمیخواست که در این حال که میخواست این مناطق را بگیره، حاضر نبود که روابط خود با انگلیس ها تیره و خراب بکنه. در داخل تقریبا سعی کرد تمام مناطق از دست رفته افغانستان را اینا را تحت اداره دولت مرکزی قرار بده. گرچه در زمان حکومت امیر دوست محمد خان در سرحدات جغرافیایی افغانستان که توسط احمد شاه بابا تعیین شده بود، یک تغییرات با وجود آمد. چون احمد شاه بابا گفتیم که از دریای آمود تا رود سند را خب مرزهای افغانستان اعلان کرده بود به صورت رسمی و همه را هم در یک پیکره واحد، در یک حکومت واحد با مرکزیت سیاسی واحد و قدرتمند موفق شد که تشکیل بده. گرچه در زمان حکومت امیر دوست محمد خان در این سرحدات تغییرات به وجود آمد، یک دوره افغانستان دچار ضعف و کشمکش داخلی شد، ولی با اون هم دوباره یک دولت مرکزی قوی و مستحکم به وجود آمد. امیر دوست محمد خان در دوران سلطنت نوبت دوم خود یک سری معاهدات را با انگلیس ها امضا کرد، با اونا به توافق رسید که اون معاهدات را هم میخونیم. معاهداتی که امیر دوست محمد خان در دوران سلطنت دومش با انگلیس ها امضا کرد معروف به معاهدات جمرود است، چون در منطقه به اسم جمرود این معاهدات اونجا امین مذاکرات واقع شد و در اونجا اینا این معاهدات را امضا کردن. انگلیس ها در اصل چی میخواستن؟ ببینین در معاهدات جمرود از این مذاکره و از این معاهده اونا چی میخواستن؟ چی منافعی داشتن؟ انگلیس ها 2 تا امتیاز را از امیر دوست محمد خان میخواستن در این معاهدات. یک امتیازی که انگلیس ها میخواست به رسمیت شناختن مناطق حکمروایی سیک ها بود. گفتیم که سیک های پنجاب به رهبری رنجیت سنگ قیام کردن، شورش کردن و پنجاب و خیلی از نواحی افغانستان اون روزی را، مناطق این طرف رود سند اونا به تصرف خود در آوردن. حالا انگلیس ها یک امتیاز که میخواست و طالبش بود ای بود که میخواست که مناطق حکمروایی سیک ها را دولت افغانستان امیر دوست محمد خان به رسمیت بشناسه. بعدش چی بود؟ امتیاز دیگهش، گرچه این مناطقی که میخواست دولت افغانستان به رسمیت بشناسه، اینها را همه را باز خود انگلیس ها بعد از مدت همه را اشغال کردن و به تصرف خود در آوردن. امتیاز دومه که
انگلیس ها از دولت امیر دوست محمد خان و از شخص امیر دوست محمد خان میخواست این بود که همزمان با به حکومت رسیدن امیر دوست محمد خان بار دوم و حضور انگلیس ها در هند شرقی، ایران خب به حمایت روس ها در هرات حمله کرده بودند و میخواستن که هرات را از افغانستان جدا بکنن، تجزیه بکنن و تجزیه هرات را انگلیس ها به ضرر خود میدیدن. این در واقع با سیاست انگلیس ها در مغایرت بود. انگلیس ها را نمیخواستن و از دولت افغانستان و از امیر دوست محمد خان امتیاز دوم که میخواستن به دست بیارن همین بود که تلاش بکنن تا جلو حضور روس ها و جلو حضور ایرانی ها را که با حمایت روس ها بود و همین قسم جلو جدایی هرات را از افغانستان دولت امیر دوست محمد خان بگیره. این دو تا امتیازی بود که انگلیس ها از دولت امیر دوست محمد خان در معاهدات جمرود میخواست. خب معاهدات که اینها به توافق رسیدن، ببینین امضا کردن. معاهده اول جمرود، در این معاهده که در این مذاکره که این معاهده به امضا رسید، نماینده انگلیس ها سر جان لارنس بود که والی پنجاب بود و از طرف لارد دالهوزی یا لارد الهوزی که گورنر جنرال انگلیسی هند بود در این معاهده انتخاب شده بود به نمایندگی انگلیس ها. نماینده افغانستان ولیعهد امیر دوست محمد خان بود. خود امیر دوست محمد خان در این معاهده شرکت نکرد بلکه ولیعهد خود فرستاد. ولیعهدش سردار غلام حیدر خان بود. مذاکرات در سال 1855 میلادی در جمرود که منطقه در نزدیکی های پشاور امروزی پاکستان است اونجا واقع شد و اونجا این معاهده به توافق رسید در 3 فقره و دو طرف او را امضا کردند در تاریخ 30 مارچ 1855 میلادی. خب چی مواد داشت این معاهده؟ گفتیم این معاهده در 3 ماده به امضا رسید. ماده اولش چی بود؟ ماده اولش فیمابین کمپانی هند شرقی و امیر دوست محمد خان حاکم کابل، آن سرزمینی که در کنترل امیر دوست محمد خان و ورثه او باشد، صلح با آن سرزمین صلح و دوستی دائمی خواهد بود. این بود ماده اولش. بند دوم یا ماده دوم این معاهده چی بود؟ ببینین ماده دومش این بود که کمپانی هند شرقی تعهد میکند تا احترام قلمرو امیر را که در حال حاضر در تصرف دارد کاملا رعایت کند. این بود ماده دومش. و قسمت سوم این معاهده چی بود؟ ماده سومش این بود، ببینیم که امیر دوست محمد خان حاکم کابل و مناطق دیگر افغانستان که در تصرف او می باشد از طرف خود بازماندگان و متعلقین خود، یعنی هم از طرف خود پادشاه امیر دوست محمد و هم از طرف بازماندگانش که بعداً به قدرت میرسه، از طرف خود و بازماندگان و متعلقین خود تعهد می نماید. چی تعهد می نماید؟ که مناطق هند شرقی را احترام نموده و هرگز در آن مداخله نکند. مناطق هند شرقی که پشاور و ملتان و جنوب این طرف دریای سندینا هم مربوط این مناطق میشد، پنجاب و کشمیر و لاهور و خب دوباره میخوانم که امیر دوست محمد خان حاکم کابل و مناطق دیگر افغانستان که در تصرف او می باشد از طرف خود و بازماندگان و متعلقین خود تعهد می نماید که مناطق هند شرقی را احترام نموده و هرگز در آن مداخله ننماید، با دوستان کمپانی هند شرقی دوست باشد و با دشمنان کمپانی هند شرقی دشمن باشد. معاهده دوم، بعدها که انگلیس ها از تجزیه هرات صرف نظر کردن که تجزیه شوه یا نشوه، در صدد شدن که باز دوباره با امیر دوست محمد خان
مذاکره بکنه و امیر را برای مذاکره در هند دعوت کرد. اما امیر دوست محمد خان مذاکرات را در هند نپذیرفت، رد کرد. گفت ما به شرط حاضر به مذاکره میشیم که مذاکرات در هندوستان نباشد، در داخل افغانستان مذاکرات صورت بگیره. بعد اینطوری شد که برگزاری مذاکرات بازم در جمرود بین خود امیر دوست محمد خان و سر جان لارنس اونجا تشکیل شد و بعد از اینکه به توافق رسیدن معاهده بعدی توسط سردار محمد اعظم خان به نمایندگی از افغانستان اینجا به امضا رسید. خب ببینین چی معاهده را باز امضا کردن. در این زمان ببینین اشغال هرات برخلاف تعهد توسط ایران، برخلاف این که ایرانی ها تعهد کردن، روس ها تعهد کرده بودند که در هرات عکس العمل از خود نشان ندهن، برای تجزیه و اشغال هرات اقدام نکنن، اما خب برخلاف تعهدشان ایران به حمایت روسا آمدن و هرات را اشغال کردن. ممکن بود که این جنگ ادامه‌دار باشه. یعنی چی؟ دوام داشتن جنگ انگلیس علیه ایران با اشغال هرات، جنگ انگلیس ها در مقابل ایران ادامه شاید پیدا کنه و تا ختم این جنگ کمک ماهانه 100,000 روپیه که برابر میشد با 10,000 پوند اون روز، خب از طرف دولت انگلیس برای دفاع از ولایات دیگر برای امیر دوست محمد خان و دولت افغانستان داده شود. بعد قسمت دومش چی بود؟ ماده دومش انگلیس ها امیر را بر علاوه اردوی کنونی که در اختیار داشت امیر دوست محمد خان با یک سپاه منظم 13,000 نفری سواره و یک سپاه پیاده 18,000 نفری مجهز کند. یعنی غیر از این سپاهی که امیر دوست محمد خان در اون زمان مجهز در اختیار خود داشت، انگلیس ها تعهد کرد که یک سپاه 13,000 نفری سواره با یک سپاه 18,000 نفری پیاده را بازم به حمایت از امیر تجهیز بکنه، مجهز بکنه. قسمت سومش، ماده سومش، اخذ پول معینه و حمل آن به افغانستان در اختیار امیر است. یعنی پولی که از طرف دولت انگلستان ماهانه گفتیم 100,000 روپیه یا 10,000 پوند از طرف دولت انگلیس به امیر دوست محمد خان هر ماه داده میشه، حمل و نقل این پول به اختیار امیر دوست محمد خان است که را تحویل بگیره و خودش منتقل بکنه. خب ماده چهارمش، نمایندگان انگلیس در ولایت سیگانه کابل، قندهار و بلخ که 3 ولایت مهم افغانستان بود، برای نظارت بر مصرف و تهیه گزارش جنگی مقیم خواهد شد. یعنی نماینده های انگلیس ها در این طبق این معاهده اجازه داشتند که در شهرهای مهم مثل کابل، قندهار و بلخ اینجا بین حضور داشته باشند. چرا حضور داشته باشند؟ به بهانه این که بر مصرف بودجه تعیین شده نظارت بکنن و همین قسم گزارش های جنگی را اینا بتونن به انگلیس ها منتقل بکنن. اینها در امور داخلی حق مداخله ندارن. در امور داخلی افغانستان وقتی که در 3 شهر مقیم میشن حق مداخله ندارن و امنیت این هیئت به دوش امیر دوست محمد خان و دولت افغانستان است. خب ماده 5مش ببینین 1 نفر نماینده کابل در پشاور مقیم خواهد شد. ماده 6م بعد از ختم جنگ، یعنی هر زمانی که این جنگ با ایرانی ها خاتمه پیدا کرد، بعد از ختم جنگ با ایران پول ذکر شده در ماده اول قطع خواهد شد. پول ذکر شده کدام پول بود؟ پولی که ماهانه قرار بود در جریان جنگ 100,000 روپیه که برابر با 10,000 پوند میشد از طرف انگلیس ها ماهوار به امیر داده میشد. خب بعد از ختم جنگ گفته این پول قطع خواهد شد. ماده 7م بعد از قطع پول، یعنی هر زمانی که این کمک قطع شد، افسران انگلیسی افغانستان را ترک خواهند کرد. مجبورن افغانستان را حتما ترک بکنن. اما اگر مقتضی باشن
اگر بخواهند 1 نفر نماینده مسلمان در کابل مقیم خواهد شد. خب ماده 8، امیر دوست محمد خان افسران انگلیسی را در خروج و دخول افغانستان با محافظین کافی حفاظت و حمایت خواهد کرد. حفاظت انگلیس هایی که در افغانستان خارج میشه و داخل میشه به عهده دولت امیر دوست محمد خان است. ماده 9، آغاز پرداخت پول از ماه جنوری خواهد بود. ماده 10، 300,000 روپیه پرداختی که در قندهار پرداخت شده به امیر و 200,000 روپیه که در کابل پرداخت شده مربوط این قرارداد نبوده، بلکه پیشکش کمپانی هند شرقی است. یعنی حدود 500,000 روپیه که در یک مرحله 300,000 روپیه در قندهار و 200,000 روپیه در کابل به دولت امیر داده شده بوده، اونا به عنوان پیشکش است و جز اون قرارداد ماهانه نیست. 600,000 روپیه پرداخت شده دیگر غیر از این 500,000 روپیه، 600,000 روپیه پرداخت شده دیگر در کابل برای مقصد جداگانه و مربوط به قرارداد دیگر است. کون 600,000 روپیه هم مربوط این قرارداد ماهانه نیست تذکر داده شده. ماده 11، این عهدنامه ناقض عهدنامه قبلی نخواهد بود. عهدنامه قبلی که گفتم به امضا رسیده بود. امیر دوست محمد خان در حالت صلح و جنگ پیشنهاد ایران و متفقین ایران را به اطلاع انگلیس ها خواهد رساند. یعنی اگر امیر چی در حالت جنگ باشه به ایرانی ها، چی در حالت صلح قرار بگیرن، در هر دو حالت پیشنهاد ایران و طرفداران و کسانی را که با ایرانی ها یک جا شده و حامیان ایران را به اطلاع انگلیس ها باید برسانند. ماده 12، بر علاوه 4,000 تفنگ داده شده که به دولت امیر داده شده بود توسط انگلیس ها، 4,000 تفنگ دیگر دولت انگلیس در منطقه تل به مأمورین امیر دوست محمد خان اهدا خواهد کرد. خب این معاهده دوم جمرود بود که توسط دولت افغانستان، دولت امیر دوست محمد خان و همین قسم کمپانی هند شرقی به امضا رسید. در پایان درس امروز رسیدیم عزیزان. نقشه افغانستان ببینین، منطقه‌ای که گفتیم توافق نامه امضا شد بینشان این معاهده امروز خارج از محدوده افغانستان است، در نواحی پشاور قرار داره. خب به سوالات درس رسیدیم. دقت کنین، سوال اول را میخونم. مفاد عهدنامه اول جمرود را تذکر دهید. بله، در معاهده اول 3 فقره بود که در تاریخ 30 مارس 1855 میلادی به توافق رسیدند. مفاد آن فیمابین کمپانی هند شرقی و امیر دوست محمد خان حاکم کابل، آن سرزمین که در کنترل امیر و ورثه او باشد، صلح و دوستی در آن سرزمین دائمی خواهد بود. کمپانی هند شرقی تعهد میکند تا احترام قلمرو و امیر را که در حال حاضر در تصرف دارد رعایت کنند و امیر دوست محمد خان حاکم کابل و مناطق دیگر افغانستان که در تصرف او می باشد از طرف خود و بازماندگان و متعلقین خود تعهد میکند مناطق هند شرقی را احترام نموده و هرگز در آنها مداخله نکند، با دوستان کمپانی هند شرقی دوست باشد و با دشمنان کمپانی هند شرقی دشمن باشد. سوال 2، معاهده جمرود بین کدام شخصیت ها عقد شد؟ 3 ماده از مفاد این معاهده را تذکر دهید. بله، معاهده دوم جمرود بین امیر دوست محمد خان و سر جان لارنس منعقد گردید. 3 ماده آن ببینید چندین مواد داشت، 3 تاش گفته تذکر بتین. 3 ماده آن، یک ببینید گفته بود که اشغال هرات خلاف تعهد توسط ایران که اونا اشغال کردن، دوام داشتن جنگ انگلیس علیه ایران تا ختم این جنگ، کمک ماهانه 100,000 روپیه برابر 10,000 پوند برای دفاع امیر از ولایات دیگر. انگلیس امیر را بر علاوه اردوی کنونی با سپاه منظم 13,000 نفری سواره و یک سپاه پیاده 18,000 نفری دیگر تجهیز خواهد کرد. اخذ پول معینه و حمل آن، این ماده 3 است، به افغانستان در اختیار
امیر خواهد بود. خود سوال سوم، علت عقد معاهدات جمرود را توضیح دهید. چی علت داشت؟ انگلیس ها طالب 2 امتیاز در این معاهده بودند از امیر دوست محمد خان. یکی به رسمیت شناختن مناطق حکمروایی سیک ها بود که بعدها این مناطق به تصرف انگلیس ها درآمد، و دیگری دومش چی بود؟ همزمان روس ها به کمک ایران سعی داشتند به ایران تسلط پیدا کنند و انگلیس ها منافعشان را در خطر می‌دیدند و خواهان دفع آن خطر بودند. این بخش دومش. خب رسیدیم به قسمت نمونه سوالات کنکور. دقت کنید. سوال اول مربوط فرم اول جزجان است. یکی از زمامداران ذیل بامیان مزار شریف و هزارجاد را با دولت مرکزی الحاق نمود. گزینه اول شاه زمان، گزینه دوم شاه محمود، گزینه سوم امیر دوست محمد خان و گزینه چهارم امیر حبیب الله. گزینه سه را با هم می‌بینیم. بله، گزینه سوم امیر دوست محمد خان. خب سوال دوم مربوط فرم دوم دایکندی است. معاهده جمرود بین کدام یک از طرفین ذیل به امضا رسید؟ گزینه اول دوست محمد خان و روس ها، گزینه دوم انگلیس و شاه زمان، گزینه سوم انگلیس و امیر دوست محمد خان، گزینه چهارم انگلیس و عبدالرحمن خان. کدام گزینه جواب صحیح سوال است؟ جواب صحیح سوال با هم میبینیم. بله، گزینه سوم انگلیس و امیر دوست محمد خان جواب صحیح سوال است. سوال بعدی مربوط فرم میدان وردک است. یکی از اشخاص ذیل از زندان بخارا آزاد و خود را به کابل رسانید. گزینه‌ها را می‌بینیم. گزینه اول ایوب خان، گزینه دوم شیرعلی خان، گزینه سوم وزیر اکبر خان، گزینه چهارم حبیب الله خان. کدام گزینه درست است؟ جواب صحیح را با هم می‌بینیم. بله، گزینه سوم وزیر محمد اکبر خان جواب صحیح سوال است. سوال بعدی مربوط فرم پکتیکاست. معاهده مثلث در کجا به امضا رسید؟ گزینه اول دهلی، دوم جمرود، سوم پشاور، چهارم لاهور. خب جواب صحیح را با هم می‌بینیم. بله، معاهده مثلث در لاهور به امضا رسید که گفتیم یک معاهده ننگین بود. سوال بعدی مربوط فرم پکتیکاست. بازم به اساس کدام معاهده قوای انگلیس همراه با شاه شجاع وارد افغانستان شدند؟ گزینه اول معاهده مثلث لاهور، گزینه دوم معاهده منصوری، گزینه سوم معاهده پشاور و گزینه چهارم معاهده جمرود. کدام گزینه جواب صحیح سوال است؟ با هم می‌بینیم. بله، معاهده مثلث لاهور. خب سوال بعدی مربوط فرم فاریاب است. ویلیام مکناتن توسط یکی از اشخاص ذیل مورد حمله قرار گرفت. گزینه اول قاضی ایوب خان، گزینه دوم قاضی عبدالله خان اچکزی، گزینه سوم جنرال تاج محمد خان و گزینه چهارم وزیر اکبر خان. کدام گزینه جواب صحیح سوال است؟ جواب صحیح را با هم می‌بینیم. بله، گزینه چهارم وزیر اکبر خان. اگر یادتون باشه گفتیم با تفنگچه‌ای که خود مکناتن بهش اهدا کرده بود، وقتی متوجه شد که میخواد مکناتن به ایشان آسیب برسانه، پیش دستی کرد و مکناتن را به قتل رساند. خب رسیدیم به قسمت فعالیتتان ایجان که حتما باید انجام بدین. قسمت اول فعالیتتان در مورد سیاست داخلی و خارجی امیر دوست محمد خان تحقیق کنید. قسمت دوم خلاصه درس را لکچر دهید و قسمت سوم قسمت مهم است. حتما درس بعدی را از روی کتاب پیشاپیش بخوانید و زیر کلمات جدید و مشکل آن خط بکشید. خوب عزیزان، خسته نباشین. تا جلسه بعد همتان به خدا مسپارم. به امان خدا. خدا نگهدار.